یا برچ حالتون چطور؟ من تو خیلی خوبش خوش اومدیم به ویدیو جدید. آقا امیدی اومدیم با هم بریم اصلا ببینیم نقشه راه فرانتند چی است، فرانتند چیه، چه چیزایی نیاز داشته باشیم، چه زبونایی رو باید بلد باشیم. حالا همین جور موضوعات رو با هم ببینیم که چی به چیه. اولین موضوعی که ما داریم اینه که اول برنامه‌نویسی فرانتند چیه، زبان برنامه‌نویسی، تکنولوژی‌های فرانتند چیه، نقشه راه یادگیری فرانتند استپ با استپ یا قدم به قدم. اصلا میگیم فرانتند چیه؟ فرانتند همون ظاهر صفحه وبی که ما با چشممون میتونیم ببینیم، برخلاف بک‌اند که اصلا ما نمیتونیم ببینیمش. یعنی هر چیزی که توی صفحه وب قابل مشاهده است، مثل قالب سایت، هدر، فوتر، نوار کناری، دکمه‌ها، جداول، متن‌ها، تصاویر، منوها، صفحه مقالات، فرم ورود، فرم ثبت نام، صفحه تماس با ما، درباره ما و غیره مربوط به فرانتندن. چگونگی یادگیری برنامه‌نویسی فرانتند رو یاد بگیریم. اولا که تکنولوژی فرانتند، نوع تکنولوژی و نام تکنولوژی. HTML زبان نشانه‌گذاری، CSS زبان استایل دهی، بوتسترپ CSS فریمورک، تالوین CSS فریمورک، جاوا اسکریپت زبان برنامه‌نویسی، ریداکس کتابخونه جاوا اسکریپت، ریاکت هم یکی دیگه از کتابخونه جاوا اسکریپت، ویو فریمورک جاوا اسکریپت، انگولار فریمورک جاوا اسکریپت، نکست جی اس فریمورک ریاکت و ناکس جی اس هم فریمورک ویو جی اس و یونیورسال هم فریمورک انگولار و گیت و گیت هاب هم ورژن کنترل ذخیره کدهان که آخریشو باید بلد باشید. یعنی اگه همه اینا رو تا یونیورسال بلد باشید، گیت و گیت هاب بلد نباشید، کارتون به مشکل میخوره. حالا بریم شروع مرحله قدم به قدم نقشه فرانتند. قدم اول، نقشه راه فرانتند، یادگیری HTML همان اسکلت سایت با استفاده از HTML عناصری مانند دکمه‌ها، فرم‌ها، تصاویر، منو، متن‌ها و غیره رو توی صفحات سایتمون میتونیم ایجاد کنیم و سپس جایگاه اونها رو تو سایت مشخص کنیم. HTML فکر کنم مخفف هایپرتکست مارکاپ لنگویج. قدم دوم، نقشه راه فرانتند، یادگیری CSS به عناصر HTML که تو قسمت قبلی گفتیم چیان، همون هایپرتکست مارکاپ لنگویج، زیبایی میده بهشون، یه ظاهری میده بهشون. HTML به تنهایی بدون CSS ظاهر زمخت و زشتی رو داره که با استفاده از CSS میتونیم برای دکمه ها رنگ زیبا ایجاد کنیم، فرما رو مرتب کنیم، تصاویر انیمیشنی زیبا درست کنیم یا سایز متن رو غیره رو کم و زیاد کنیم. قدم سوم، نقشه راه فرانتند که یادگیری بوتسترپه. توی حقیقت فریمورک ها باعث آسان شدن کار برنامه‌نویس فرانتند. کدهای CSS از پیش نوشته شده است توی این فریمورک ها و ما فقط اونها رو تو کدهای HTML مون فراخوانی میکنیم، ولی اگه اینو بلد نباشیم مجبوریم که خودمون بنویسیمشون قشنگ. قدم چهارم، نقشه یادگیری جاوا اسکریپت، همون زبونی که خیلی مهمه. جاوا اسکریپت مهمترین و بهترین زبان برنامه‌نویسی فرانتند که هر فرانتند دیولپر باید اون رو یاد بگیره. فکر کنم سال 2023 دومین زبان برتر جهان شد جاوا اسکریپت. قدم پنجم، یادگیری ریداکسه. ریداکس یک کتابخانه مدیریت وضعیت استیت منیجمنت که برای برنامه‌های وب و اپلیکیشن‌های جاوا اسکریپت توسعه داده شده. ریداکس به تنهایی یه دونه کتابخانه مستقله که میتونه با هر فریمورک یا کتابخانه‌ای که از جاوا اسکریپت استفاده کنه مانند ریاکت و انگولار استفاده بشه. قدم ششم ما یادگیری فریمورک یا کتابخانه جاوا اسکریپت. توی این بخش ما نیاز داریم که یکی از فریمورک‌های ریاکت یا انگولار رو یاد بگیریم. قدم هفتم، یادگیری نکست جی اس یا ناکس جی اس یا یونیورسال. توی این بخش هم نیاز یکی از موارد گفته شده تو بالا رو یاد بگیریم. و قدم هشتم، یادگیری گیت و گیت هاب. ایده گیت و گیت هاب رو باید بلد باشیم. این ایده نیست، فکر کنم باید گیت و گیت هاب رو بلد باشیم. یادگیری گیت و گیت هاب برای هر برنامه نویسی واجبه تا کدهای خودش رو بتونه کنترل کنه و به گیت هاب ارسال کنه که در کارهای فردی و تیمی به شدت انگار یه جور لینک کنن برنامه نویسا خودشون رو هم دیگه. خب بچه این از ویدیو امروز بودم. خوش شد حتما لایک کنین، کامنت یادتون نره، سابسکرایب هم بکنید که باعث دلگرمی ماست. تا ویدیوی بعد.